در قسمت‌های گذشته یاد گرفتیم که چگونه می‌توانیم از عکس‌ها در فایل‌های HTML خود استفاده کنیم. همچنین یاد گرفتیم که چگونه با استفاده از آنها به دیگر صفحات لینک بسازیم. حال در این قسمت یاد می‌گیریم که چگونه یک عکس را به قسمت‌های مختلف تقسیم کنیم به صورتی که هر قسمت از آن لینک‌های متفاوتی به صفحات مختلف یا به نقاط مختلف همان صفحه داشته باشد. برای این منظور از نقشه‌های تصویری استفاده می‌کنیم. به این صورت که تصویر را همانند نقشه به نواحی مختلفی تقسیم کرده و برای هر ناحیه یک لینک جدا در نظر می‌گیریم. برای اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم، میبایست با یک شناسه به نام useMap در تگ img و دو تگ به نام‌های map و area آشنا شویم. ابتدا با تگ map آغاز می‌کنیم. این تگ دارای دو قسمت بوده و نحوه تقسیم بندی یک عکس به وسیله این تگ تعیین می‌شود. در این تگ با استفاده از تگ‌های area محدوده‌های مختلف را تعیین می‌کنیم. تگ area به منظور تعیین یک محدوده در تصویر استفاده می‌شود. نحوه عملکرد این تگ به این صورت میباشد که ابتدا به وسیله شناسه shape شکل این محدوده را مشخص می‌کنیم. شکل محدوده مورد نظر ما می‌تواند مستطیل، دایره و یا غیره باشد. بعد از شناسه shape، شناسه دیگری با عنوان coords قرار دارد که با استفاده از آن مختصات محدوده شکل را تعیین می‌کنیم. این مختصات به نوع شکل که در شناسه shape مشخص شده است بستگی دارد. مثلا اگر شکل ما از نوع مستطیل باشد، در شناسه coords ابتدا مختصات x و y نقطه بالا و سمت چپ مستطیل را نوشته و بعد از آن مختصات نقطه سمت راست و پایین را می نویسیم. اما اگر شکل ما دایره باشد، در شناسه coords ابتدا مختصات مرکز دایره را تعیین کرده و سپس اندازه شعاع دایره را می نویسیم. شناسه بعدی در تگ area شناسه href می باشد که به وسیله آن محدوده به مقصدی که به وسیله این شناسه تعیین می شود لینک خواهد شد. این تگ دارای شناسه های دیگری نیز می باشد که از آن قبیل می توان به alt اشاره نمود. به این شناسه عبارتی به عنوان مقدار داده می شود. هرگاه که ماوس روی محدوده مورد نظر قرار گیرد، این عبارت نمایش داده خواهد شد. تعدادی از تگ‌های اریا در یک تگ مپ قرار خواهند گرفت. آنگاه محدوده‌های متفاوتی به وسیله تگ مپ تعیین می شود. تگ مپ دارای دو شناسه به نام‌های ID و name می باشد. معمولاً این دو شناسه مقدار یکسان خواهند گرفت. کاربرد این شناسه‌ها در فراخوانی نقشه ایجاد شده به وسیله این تگ می باشد. مثلا تصور کنید که در یک عکس بخواهیم از یک نقشه که به وسیله تگ مپی ایجاد شده است استفاده کنیم. برای این کار در تگ img مربوط به عکس از شناسه‌ای با عنوان useMap استفاده می کنیم. سپس ID و نام نقشه مورد نظر را به عنوان مقدار به این شناسه نسبت می دهیم. این کار باعث می شود که نقشه ایجاد شده به وسیله تگ مپ به تصویر اعمال شده و لینک های مورد نظر در محدوده های تعیین شده قرار گیرند. به عنوان مثال می خواهیم تصویر پارسیان افزار را به گونه‌ای تقسیم بندی کنیم که با کلیک بر روی سی اول به page1.html لینک شده و با کلیک بر روی سی دوم آن به page2.html لینک شویم. برای این کار طبق معمول ابتدا یک سند HTML ایجاد کرده و سپس در قسمت بادی آن با استفاده از تگ img تصویر لوگوی پارسیان افزار را در صفحه قرار می دهیم.
اندازه این عکس را 150 در 150 پیکسل تعیین می‌کنیم. همچنین به شناسه یوز مپ این تگ مقدار نامبر ساین مپ وان را می دهیم. به این معنا که از نقشه مپ وان استفاده کند. در ادامه تگ مپ را با شناسه های آیدی و نیم قرار داده و درون آن با استفاده از دو تگ ایریا محدوده های دوسی واقع در لوگو را مشخص می کنیم. همانطور که می‌بینید چون این دو سی شبیه دایره هستند، از شناسه سیرکل برای تعیین محدوده آنها استفاده کردیم. از شناسه href نیز برای ایجاد لینک‌های مورد نظر استفاده شده است. اکنون این سند را بر روی سطح دیس ذخیره کرده و نتیجه را مشاهده نمایید. می‌بینید که با قرار دادن ماوس بر روی محدوده تعیین شده و کلیک بر روی آنها به مقاصد تعیین شده می‌رویم.